امریکا ترس از کمونیسم و گسترش جهانی نفوذ شوروی و در نهایت دسترسی اونها به منابع انرژی جهانی در خلیج فارس بود. به همین دلیل هم بود که با وجود نارضایتی نسبی اسرائیل امریکا موافقت کرد که ایران بتونه به قدرت نظامی مهمی تبدیل بشه و چون تنها مانع بین اتحاد شوروی و شاهخواب فارس بود. پادشاه هم که همیشه به دنبال استقلال نظامی ایران بود، از این فرصت استفاده کرد و به تدریج ایران به صورت یک کشور بسیار پرقدرت از نظر نظامی در اومد، پنجمین قدرت دنیا که غیر از 4 قدرت بزرگ دیگه هیچ کس رایای رویارویی باشون نداشت. یادمون باشه که چین هنوز در اون موقع قدرت نظامی جهانی نبود. در اون زمان سیاست، حالا چرا امریکا اینو قبول کرد؟ سیاست دکترین نظامی امریکا این بود که اگر شوروی حمله ناگهانی به ایران بکنه از اون نوعی که مثلا به مجارستان کرد، چون در اون موقع این خطر همیشه میرفت، ایران قدرت نظامی ایران باید بتونه بین 3 تا 5 روز جلوی این پیشگیری رو مهار کنه تا نیروهای امریکا برسن به خلیج فارس. این دکترین نظامی امریکا بود، دست پایگاهشون برسن و برای این کار لازم بود که بتونه جلوی شوروی قدرتمند اون روز رو چندین روز کند کنه این پیشرویشون. در نتیجه همه اینها ایران در صحنه شطرنج زورآزمایی جهان اون روز قدرت مطلق خاورمیانه شد. از یک سو مورد حسرت و ستایش همسایگانش قرار گرفت و لم‌دزدیدن بعضیشون مثل عراق و غیره، و از سوی دیگه البته باعث نگرانی روزافزون قدرت بزرگ دیگر منطقه یعنی اسرائیل. برای کلوب بزرگترها پیشنهادی که به امریکا کرده بود برای جایگزینی ایران و ایران شاهنشاهی راه حلی بود به اسم کمربند سبز اسلامی که این راه حل از همیشه توی امکانات مختلف امریکا بوده، ولی امریکایی‌ها همیشه برای هر برنامه چند تا راه حل مختلف نگه می‌دارن که بسته به احتیاج روز بتونن بیارن بیرون. این همیشه بود برای جلوگیری از کمونیسم، ولی خب به خاطر اون دکترینی که الان صحبت کردیم ترجیح دادیم گذاشتن کنار. این راه حل دارای 2 تا امتیاز بود از قول کلوب بزرگترها. اولا اینکه خب کماکان ایران اسلامی جلوی میتونست خیلی مجهز از نظر نظامی میتونست جلوی شوروی رو به همون ترتیب شاه بگیره و بعدم به تدریج باعث دردسر در کشورهای اسلامی جنوب بلوک شوروی میشد، مثل گرجستان و ازبکستان و چچنی و تاجیکستان و آذربایجان و غیره، و اینا خب دردسر برای شوروی درست میکرد و این خیلی امریکا راضی بود از این داستان و در نهایت کمی اونورتر که بریم میتونست برعکس اون که به نظر میاد کمکی بزرگی بکنه به اصطلاح تضمین برای امنیت اسرائیل. بعدم باز در دراز مدت‌تر میتونه چین که هنوز قدرت خیلی بزرگی نبود ولی داشت به سرعت در افریقا رشد میکرد، میشه جلوی رسیدن چین هم بگیره به منطقه مدیترانه. این تغییر تحولی که پیشنهاد شده بود تنها اشکالش این بود که رئیس جمهور وقت امریکا که آدم بسیار متزلزل و نگران و مرددی بود خیلی نگران بود که اگر این تغییرات بشه نتونیم کنترلش کنیم چی میشه، وقت ممکنه اصلا یه روسا ایران رو بخورن چطوری میشه قضیه. ولی خب این در دستگذاری 7 خواهران نفتی و شرکای اسلحه فروششون قدرت زر و زور عجیبی به وجود آورده که در تاریخ دیده نشده بود و پدرجد رئیس جمهور امریکا نمیتونست اصلا در مقابلش فکر کنه که مقاومت میتونه بکنه. حالا امریکا برای براندازی شاه ایران احتیاج به همکاری اسرائیل داشت که ابزار دست مطمئنش بود در منطقه. حالا
اسرائیل هم باید یه توضیح کوچیک راجعش بدیم. اسرائیل از زمان تأسیسش در 1948 پدران مؤسسش از زبان دوید بن گوریون که به اصطلاح پدر اسرائیل جدید هستش، دو تا به اصطلاح به اینها توصیه کرد که اسرائیل اگر میخواد که بمونه سر جاش و سر باش باید این دو شرط رعایت کنه. یک، باید برای همیشه تنها نماینده دنیای غرب و به خصوص امریکا در منطقه باشه، رقیب نباید داشته باشه تو منطقه پرآشوب ما. دوم اینه که با استفاده از حربه بسیار کارآمد همبستگی یهودیای امریکا باید با کنگره و سنای امریکا رابطه بسیار نزدیک درست کنه که اینا همیشه از رئیس جمهور پرقدرترن در امریکا. یه مثال کوچیکی براتون بزنم راجع به همین داستان. هوارد هیوز که همه اسمش شنیدیم و پایه‌گذار CIA بود، این ازش پرسیده بودن که چطوره که موساد اسرائیل با این کوچیکیش در اون زمان و خیلی بودجه کم از همه شما کارآمدتره، چطور میشه هم چیزی؟ گفت بود برای اینکه یه جاسوس یه جا پیدا کنیم، خبر بگیریم غیره، باید کلی خرج کنیم، وقت بذاریم، خیلی موقع سر اون کلا میره. اینا به هر کلمه‌ای تو دنیا بگن ما احتیاج داریم بهت میگی چشم، هر چی بخواد بهش میگن. خب معلومه که اینجوری مجانی تموم میشه واسش. اسرائیل کشور نوپاییه که از نظر مساحت و از نظر جمعیت بسیار کوچک و محدوده، منابع طبیعی خاصی نداره، بیشترش هم صحرای خشک و بی‌حاصله. این ملت شکنجه دیده و تحقیر شده در طول تاریخ صاحب دو شخصیت بارز و استثنایی. یکی نیروی خلاق و هوش استثنایی و یکی هم استقامت در مقابل سختی‌ها و نگذشتن از حقشون. البته نگذشتن از حقشون منظور حقی که خودشون برای خودشون میخوان که معمولا تمامی هم نداره، ملموسش کجاست. ولی به هر حال عامل وابستگی تداومش هم باز دو چیز بوده، یکی وابستگی مذهبیشون با هم دیگه و یکی هم لزوم پیشرو بودن در دانش و فرهنگ. همیشه سه چهار تا رقم خیلی ساده نشون میده خواص این ملت رو. با جمعیت معادل 0.1% جمع از قدیم تا به امروز تعداد زیادی از سرشناسان جهان در رشته‌های علمی و هنری و غیره یهودی بوده و هستن. تا به امروز نمیدونم کسی حواسش بوده یا نه، از 965 تا جایزه نوبل 214 تاش یهودی‌ها گرفتن. از 100 نفر شخصیت‌های مهم جهان امروز 52 نفرشون یهودی هستند و از مهمترین شخصیت‌های تاریخی هم که هممون میشناسیم حداقل 5 تاشون یهودی هستند. عیسی مسیح، زیگموند فروید، کارل مارکس، لئون تروتسکی، آلبرت اینشتین. اینا همه یهودی بودن. این ملت کهنسال که بعد از قرنها آوارگی حالا رسیده صاحب دو مرتبه صاحب کشور شده و میتونه با گوش کردن به نصیحت‌های پدران سازندش یک کشوری مثل قدرت امریکا، بزرگترین قدرت جهان، در اختیار داشته باشه، نمیتونست و نمیخواست که بخواد رقیب برای خودش درست کنه تو منطقه و قبول بکنه و دیگه تنها مهره غرب توی نباشه. من خاطرم هست که پرزیدنت نیکسون در یک موردی که اسرائیل خیلی نگران شده بودن یه کاری از اینا خواسته بود، در منطقه گفته بودن که نه خودتو پس به شاه ایران میگم بکنه و این علامت خطری بود که خب پس ما دیگه تنها نیستیم و داریم رقیب پیدا میکنیم. در نتیجه اسرائیل با تمام روابط خوبی که حسنی با ایران داشت دیگه ناچارن رفت برنامه پیوست برنامه امریکا برای براندازی. حالا از اینجا به بعد میریم سراغ اینی که کنسرسیوم درست شد برای براندازی رژیم شاهنشاهی در ایران و برداشتن شاه. کشورهای دیگه هم یواشاش در جریان قرار گرفتن، ولی خب کشورهای غربی که یه خود اروپایی که معمولا با احتیاط‌تر هستن ثبت کردن می‌بینن که این جریان آب چجوری پیش میره و بالاخره چقدر قضیه تا کجا میره که یواش یواش بتونن کنار بیان که عقب نمونن از داستان.
یک مورد بسیار باور نکردنی که اصلا به تصورش نمیرفت پیوستن پیش‌بینی نشده اتحاد شوروی بود به این کنسپسیون و کارتر براندازی که این طبیعتا همین به نظر من که همین بر ضد اونه، ولی این به دلیل آینده نگرانی و شم بل گرفتن در میان دعوای وزیر خارجه کارکشته اون آندره گرومیکو بود. به این ترتیب در زمان کوتاهی، حالا به اصطلاح امروزا که موده، یک گروه 2+1 تشکیل شد، یعنی امریکا و اسرائیل، و بعدش هم انگلیس اول نفری بود که اومد به اینا پیوست. انگلیس همیشه دنبالوی امریکاست در هر برنامه.